سلام رفقا، اینجا نودونیه و خیلی خیلی خوش اومدید. جسی جی در لندن در 27 مارس 1988 به دنیا آمد. اون در کودکی به مدرسه هنرهای نمایشی کالینز رفت و زمانی که 11 ساله بود برای بازی در موسیقی اندرو لوید انتخاب شد. هنگامی که اون 17 ساله بود به یک گروه دخترانه پیوست و مدتی بعد به عنوان یک هنرمند با گوت رکوردز قرارداد امضا کرد. شرکت قبل از انتشار یک آلبوم ورشکسته شد، اما جسی جی با استعداد هرگز تسلیم نشد. هنگامی که اولین قرارداد جسی به نتیجه نرسید، اون به آهنگسازی روی آورد و با سونی ATV قرارداد بست و در اونجا شروع به نوشتن آهنگ‌های موفق برای ریهانا، جاستین تیمبرلیک، کریستیانا آگلیرا و آلیشا کیس کرد. بزرگترین موفقیت اون در آهنگسازی برای مایلی سایرس در یک مهمانی در ایالات متحده آمریکا بود. اولین تک آهنگ اون برای ریحانا نوشته شده بود، اما اون تصمیم گرفت اون رو برای خودش نگه داره که به رتبه 2 در نمودارها هم رسید. تیم نودونی آثار هنرمندان معروف جهان رو نودنویسی میکنه و در سایت خودش قرار میده تا شما بیننده ها و شنونده های عزیز بتونید از این آثار استفاده مفیدی داشته باشید. در ادامه میگه در مدرسه دوستان مسلمانم در مورد تعدادی از مردم صحبت میکردن که همه چیز رو در هر فرهنگ خراب میکنند. نفرت یا رنجش یا درد مخصوص یک دین خاص نیست. فکر میکنم موضوع پذیرش اونهاست. تنها چیزی که دنیا باید بپذیره اینه که هر کس متفاوته و اونچه برای ما عادیه برای دیگران متفاوت و غیر عادیه. وقتی 9 ساله بودم تشخیص داده شد که ضربان قلبم نامنظمه و یک دارو برام تجویز شد که عارضه جانبی اون سبز شدن پوستم بود و در ادامه به گفته خودش اون رو در مدرسه خواهر کوچکتر شرک صدا می‌کردن که همین امر باعث ناراحتی اون میشد. اون اولین آهنگ خودش رو با نام اتاق سفید بزرگ در زمانی که در بیمارستان بستری بود نوشت. در بیمارستان که نیمه شب از خواب بیدار شد، پسر بچه‌ای رو در حال نماز خوندن دید و مادرش توضیح داد که اون روز بعد در حال انجام عمل جراحیه و از خدا میخواد که اون رو نجات بده، ولی اون روز بعد فوت کرد. بنابراین به مادرم گفتم، اما خدا اون رو نجات نداد و من از این جریان بسیار خشمگین هستم. همیشه میخواستم ترانه‌ای در مورد این تجربه بنویسم، اما میدونستم که باید در سنی باشم که در اون خسته کننده یا افسرده کننده نباشه و یک سبک خاصی رو از اون بسازم. اگر از بیوگرافی ما خوشتون اومد ممنون میشم که با لایک و کامنت و سابسکرایبتون به ما انرژی بدید.